بیا اینجا بشینیم تا اتوبوس بیاد پسر. ولی خداوکیلی حسابی چسبید ها. یه دل سیر ویترینای مغازه ها رو تماشا کردیم. با این قیمت ها حتی دیگه نمیشه لباس خرید. خدا را شکر من که حالا لباس نیاز ندارم، چون شما از بچگی یه جوری لباس های بزرگتر از سایز برام خریدین که الانم بزرگ شدم هنوز اندازم نشده، فعلا همونا رو میپوشم. ای وای خسرو، گاومون زایید. عالیه خانوم صبح خونه داره میاد اینجا. یا امام غریب، آقا جان الان اجاره چند ماه عقب افتاده خانه‌ش میخواد، خدا به خیر بکنه. به به چشمم روشن، ببین کیا اینجان، مستاجرای مفنشین خونه من. تو آسمونا دنبالتون میگشتم، تو ایستگاه اتوبوس دیدمتون. خرید بودین ها؟ قیافه ما به خرید کردن میخوره؟ ما خودمون تحت فروشیم، خریدار نیست. نیازم نبود شما دنبالمون بگردین، من خودم خدمت میرسیدم عالیه خانم. خوبه چرب زبونی نکن. به جای این وعده های سر خرمن اجاره 5 ماه عقب افتاده‌تون رو رد کنیم بیاد. با کدوم پول عالیه خانم؟ راست میگه عالیه خانم، همین الان پیش پای شما رفتم آبربانک پول بگیرم، دکمه دریافتو که زدم عکس یه قبر روی صفحه آبربانک نشون داد. رفتم به رئیس بانک گفتم آقا این چه وضعیه، عکس قبر بیاد رو آبربانک. گفت منظور آبربانک اینه وقتی پول تو حسابت نیست از سر قبرت بیارم. عالیه خانم تو خونه ما بیپولی بیماری ارثیه. بابا بزرگم داشت، بابام داره، منم دارم. آخه به قیافه ما میخوره بتونیم پول اجاره خانه رو بدیم؟ این حرفا واسه من اجاره خونه نمیشه. آخه منم باید نون بخورم. میشه بگیم من یقه کی رو باید بگیرم؟ یقه او عضوای گوربگوری که همه ما رو به نداری انداختن. راست میگه عالیه خانم، الان هر جای دنیا به یکی بگی ایشالا به خط فقر برسی فوش ناجور بهت میده، ولی اینجا تو این مملکت دعای خیر حساب میشه. الهی به زمین گرم بخوری خامنه، الهی گور به گور بشی، الهی ور بیفتی به حق 5 تن، الهی. بس شدی عالیه خانم، نسلش منقرض کردید. حالا این پسر چرا اینقدر لاغر شده؟ آخرین بار کی یه غذای خوب بهش دادی خورده؟ غذای خوب از آقا جان؟ والا قبلا که دلار 50 تومن بود نهار شام ما نیمرو بود. الان که دلار 90 رد کرده نیمشو حذف کردیم، فقط روشو میخوریم. الهی بمیرم براتون ننه. بیایم بریم خونه من، یه قرمه با بوی گوش درست کردم بدم بخورین جون بگیرین تا بعدن یه فکری برای زیر خاک کردن عظما بکنین. گل گفتی عالیه خانم. خودم میدونم.